اگه همین الان برق کل دنیا قطع بشه، فکر میکنی چند ساعت دووم میاری؟ امروز میخوام خودم رو توی همین شرایط بذارم تا 24 ساعت آینده نه برق، نه یخچال، نه کولر، نه پنکه، نه تلویزیون، نه کامپیوتر، هیچی. اگه حتی یه وسیله برقی استفاده کنم باختم. سایه‌هامون دارن دعوا میکنن. برای اینکه سر خودم رو گرم کنم اومدم ناهارم رو آماده کنم تا حداقل یادم بره که نمیتونم از گوشیم استفاده کنم. موقع نهار خوردنم همش دلم میخواست گوشیمو بردارم و برم این اینستا و اسکرول کنم. ساعت 4 شده بود و از بی‌حوصلگی داشتم خیار گاز میزدم. بی‌حوصله نشسته بودم و داشتم با خودم فکر میکردم تا اینکه یه ایده به سرم زد. قدیما خودشونو چجوری سرگرم میکردن؟ خب معلومه، با بازی کردن. پس اومدم سراغ این بازی شاهکار قدیمی، یعنی تیله بازی. ضربه اولم زیاد خوب نبود، پس یه بار دیگه تلاش کردم. اینجا بود که فهمیدم تو این بازی زیاد استعداد ندارم و اون دوتا ضربه هم که زدم شانسی بود. ظرف تیلم هم شکوندم و رفتم سراغ یه بازی دیگه. اومدم 5 سنگ بازی کنم. همونطور که میبینید اینجا هم گند زدم. ولی ناامید نشدم، با خودم گفتم یه بار دیگه بذار امتحان کنم. فهمیدم اینجا هم استعداد ندارم. پس رفتم سراغ چیزی که توش واقعا استعداد دارم. یعنی نقاشی کشیدن. و از نقاشی‌هایی که کشیدم میتونم به این بچه‌ای که خوابه توی کتاب زبان، یا به این استادی که داره درس میده تو کتاب زبان، و به این دکتری که داره مریضش رو معاینه میکنه بازم تو کتاب زبان اشاره کنم. پس جزوه فارسیمو که تو طول سال تحصیلی یه بارم نخوندمش و برداشتم و از صفحه خالیش برای به تصویر کشیدن استعدادی که دارم استفاده کردم. دل اصلا ازم بعدی. من برای این نقاشی ساعت و زحمت کشیدم. اگه یه خارجی این نقاشی میکشید حتما ازش حمایت میکردید، ولی من چون ایرانیم که ازم حمایت نمیکنه. بذارید براتون توضیح بدم کانسپت این نقاشی رو. اینجا داره مسابقه انتخاب بهترین یوتیوبر جهان برگزار میشه و اینها جزو بهترین یوتیوبرهای دنیان، از جمله مستر بیست و ایرک و آش اسپید و بقیه یوتیوبرها. این آقایی که اینجا وایساده مدیر عامل یوتیوبه، ایشون هم مالک یوتیوبن، یعنی رئیس یوتیوب ایشونه. ایشون مدیر عامل، این اینم تاپ بهترین یوتیوبر جهانی که برنده شدم. این مانیتوره اینجا پله میخوره میاد رو سن. و اینم اگه اینجا ببینید اینو گذاشتن که من بیام اینجا سخنرانی کنم بعد از بردن جایزم. و این مستر بیست اینجا داره از حسادت میترکه. حالا من پشتشو کشیدم که صورتش زیاد مشخص نباشه. بعد از زدن ضربه به پیکری بیجان هنر این مملکت با خودم گفتم چه کاریه، بیام لباسایی که از یه هفته پیش مونده رو بشورم. و چون پودر لباس شستن دستی نداشتیم، از این شاهکار یعنی ریکا استفاده کردم. رفتم 4 تا شمع گرفتم برای شب که تو تاریکی نمونیم دیگه.
شما من وسط ویدیو انقدر حوصلم سر رفت که گرفتم خوابیدم. ساعت چند بود؟ 7:30 اینا بود. یادم خوابیدم الان ساعت 9:30 شبه، بعد 9:50 شبه. باید برم شام درست کنم الان تو این وضعیت. من فکر میکردم این شما بیشتر روشن کنن اینجا رو. اونجوری که من انتظار داشتم روشن نکردن. یه دونم گذاشتم تو آشپزخونه بمونه. بعد فندکم نمیدونم چه مشکلی پیدا کرده، گاز میده بیرون. حالا باید بگرم لیوان پیدا کنم تا نصف لیوان عدس رو بتونم اندازه بگیرم برای شما. این از عدس. این جادوگرا شدم آجی، ابروها رو ببین. الان نصف میکنم. اینم لیوان. تاریکی خیلی ترسناکه، لامم هستم، هیچی دیده نمیشه، هیچی. مجبورم اینو بذارم زمین که بتونم اندازه بگیرم دیگه. چه وضعی، کاش بیشتر میگرفتم شمو. دیدم شام به درد نمیخوره، گشتم میدونه چرا قوه پیدا کردم که با باتری کار میکنه. قدیمی یه دونه پیدا کردم با باتری کار میکنه. این برقی نیست که از این میتونم استفاده بکنم. خدا رو شکر. خیلی شب مزخرفه حاجی، تاریک خیلی مزخرفه. عدسمو گذاشتم بجوشه، بعد بجوشه شام بخورم. حالا بعد از خوردن شام با خودم گفتم بیام یکم کتاب بخونم، ترانه مطالعه مملکت ببرم بالا. و فهمیدم که کتابم درد منو دیگه دوا نمیکنه. ساعت تقریبا 11:30 شب بود که تصمیم گرفتم بخوابم و صبح بیدار شم و ببینم که چالش تموم شده. و چالش تموم شد و بالاخره از تاریکی در اومدم. سلام بر روشنایی، سلام بر کولر. قبل از شروع این چالش فکر میکردم سخت‌ترین قسمتش نداشتن اینترنت یا گوشی باشه، ولی واقعیت اینه که برق خیلی بیشتر از چیزیه که ما فکر میکنیم. وقتی نبودش تازه فهمیدم چقدر به وسایل برقی وابسته شدم. از یه لیوان آب خنک گرفته تا روشن کردن یه لامپ ساده. این چالش باعث شد تا قدر چیزایی رو بدونم که هر روز بدون فکر ازشون استفاده میکنیم. حالا نوبت شماست. به نظرت چند ساعت میتونی بدون برق زندگی کنی؟ عددی که فکر میکنی رو توی کامنت برام بنویس. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک کامنت ثابت نره، چون شاید ویدیوی بعدی سخت‌تر از این باشه. فعلا تا ویدیوی بعدی.